رونالدو در زمان حضورش تو من یونایتد و قبل از مصدومیت زانوش سال 2014 یه حیوان درنده‌ای بود که فقط یک راه وجود داشت برای اینکه بتونی این آدمو متوقف بکنی، سعی بکنی روش خطا کنی. چرا میگم سعی کنی؟ چون همه تلاششون رو میکردن روی این خطا بکنن ولی بازم نمیتونستن جلوشو بگیرن. سرعتش از همه بیشتر بود، دریبل کردنش جوری بود که همه دفاعا جلوش 180 باز میکردن. از هر نقطه‌ای تو زمین میتونست شوت بزنه، تور دروازه‌تو بیاره پایین. از هر زاویه‌ای میتونست بهت کاشته بزنه. اگه میومد وارد محوطه میشد براش سانت میکردن، رو سر همه دفاعات میپرید. تو چه جوری میخوای جلو اینو بگیری؟ نمیتونی پا به پاش بدوی، نه مهارت اینو داری که جلو دریبل کردنشو بگیری، نه شوتایی که میزنه رو میتونی سیو کنی، نمیتونی رو سرش هد بزنی. فقط یه راه میمونه، اونم اینه که سعی کنی با خطا اینو بخوابونی زمین. این نسخه رونالدو بیش از اندازه خوب بود که کسی بخواد جلو شانسی داشته باشه. این نسخه رونالدو